حبيبي come to تخار. ما كنت ما نگفتی. عزیز الله ولایت تخار ولسوالی روستا قیره غنج. عزیز الله جان. عزیز الله فتح الله. امسال ماشین مایبی ممدن بخی وزم خراب است. چی میگی؟ والله چرا بند شده یا؟ نه میگه هستی مقصد پیسه را پاسال بلی تو زیاد دادیم امسال بلی تو پیسه نمیتیم ما تو کافو بکنیم. روزی ما رو خدا تیر میکنه. خانه اولاد داری؟ 6 نفر نونخور دارم کارگر خودم هستم. بچه هیچ ندارم. بچه نداری کجا دختر است؟ کل دکتر است 4 ساله و 5 ساله. فامیلی اول مرد یک تجار گرفتم. اینا 9 4 تا دختر داره. بچه نداره. چطور است بازارها چطور است؟ شکرانه خدا هم تو لپ جبتر تازه. خب از 5 بجه صبح تا 8 بجه روز کار ما خلاص میشه به یاری خدا. 8 بجه روز 8 بجه روز خلاص کار تمام دیگه سون خانه میریم ما. خب تا 8 بجه کار میکنی؟ بله با خدا اینا نصف روز 2 ساعت کار میکنی دیگه. 2 ساعت 3 ساعت کار میکنم کار 12 ساعته دیگه بولانی فروشا را میگیریم شکر میرم. اجمل جان از این خاطره یک خاطره جالب داخل ما قصه کو. خاطره جالبی نمی است که ما کدین همسایه سه جور نمی آیم او هر رقم میکنیم بی حسابی را پیدا نکردم. کدی نصرت؟ چرا؟ چرا گو هر دقیقه که خود در جنگ از دگاجه تا من نصرت جان تو بیای چی میگه اجمل جان؟ خب تا بیا. تو کرازی جور نمی؟ کدی نمی دیگه که کلگی مجبور آمدگی است. خب خاطر بهم جک بغل کشی کو که بخیر یا جور آمد. جور هستی؟ نه. آرام من تو دوست دارم اجمل جان. تو چرا این رقم میگی؟ میفهمم مصروف هستم با خاطر گپا رو میزنم. نه اجمل جان اینا چی میگه ما خود طرف جور هستم. حالا ما دایی حلال کاری گاهی برو کلای ازیر سر کو سرت بان گاهی ازیر تا کار خلاص شدن با پس بته مردم. این کار که سری فشار میاره پل خمری میره چکر با یک کار که یک کار با گشنمون با سر جا. میگه سودی نداره سیم و زر از راه شیطان کن حذر شهزادان باشی اگر خواهی نخواهی میروی از بین خویش اقربان خواهی نخواهی میروی و از بین دوستان خواهی نخواهی میروی سودی نداره سیم و زر از راه شیطان 100% کن حذر شهزادان باشی اگر خواهی نخواهی میروی. جاوی جان چطور بود وضعیتی که شما از ایران آمدی به افغانستان؟ الحمدلله ما جایی بودیم که مردمان بسیار شریف و خوبی داشتند و بسیار یک خاطرات خوبی مانده است به یاد. بدی ندیدیم از مردم. ما خواهش میکنیم که یک مکری حکومت موافقتیم دو دوره یک قوای مرکز یک 420 اینجا میایم کسی ما رو دکار نمیره به غیرت نیستیم و دستمان به کس دراز نمیشه. این بیادر دیگه باید داره این حکومت غمی ما را بخوره. فهمیدی؟ اینجا به خاطر کارگری آمده بودی؟ این اگه کاری سبک باشه میرم. فهمید دست ما به کس دراز نمیشه که ما در رفابتی که ما خیرات خور هستیم. سلام دوستای عزیز، عطاولا وردگ هستم از یوتیوب چنل عبدالله در خدمت شما حاضر هستم. دوستای عزیز در برنامه امروزی ما آمدیم به ولایت زیبای تخار شهر طالقان. میخوام یک برنامه داشته باشم از شهر طالقان ولایت تخار.
ما در شهر طالقان ولایت تخار موقعیت داریم. دیگه کاکا جانم چای میخورم، مزاحم کاکام شدیم. چای هم میخوری کاکا جان؟ کاکا جان سلام. زنده باشی برادر قندم. این اگر جنبیل چای میخوری قطعی من چای دارم. زندگیت میخوایم. سلامت بسیار باشی. بسیار خوب است، امنیتش خوب است. این بسیار برادر جان لپجا پیشای بیخی برابر است. دولت امنیتش هم میگیره، مقصد لپجا دیگه بسیار برابر است، بسیار خوبه. بیروبار از این شهر طالقان در کدام وقت زیاد می باشه؟ یکی بیگه یکی روزای شما بسیار امیر یک شما که آزاد شد گیر بارک از دیگر یک شما که نباشه شهر آزاد خب. بارک از دیگر. خود اینجا چی کار میکنیم مثلا؟ ما برادر پاکت سودا میکنم اینجا برادر نه چای خریدم پاکتی دست سوال کارت تلفن پاکت خب کار تلفن میکنیم. کارت تلفن سودا میکنم این پاکت هست کا نه 10 روپیه نور سودا میکنم کیلوی 140 روپیه میخرم دانه 10 روپیه سودا میکنم دانه 10 روپیه اینا والا خیر. خیمام در خوب وقت آمدیم. خیمام در خوب وقت آمدیم. زندگی تا میخوایم دیگه زنده باشیم. چطور است باز کاروبار چطور است؟ خوب است. از 100 روپیه میخرم 100 روپیه برمی‌دارم. کار تلفنم سودا میکنم اینجا. خب میتیو میکنی؟ کار نه به تو را یاد ندارم اینا کار دارم اینا. خب کار. اینا کار دکار میخرم سودا میکنم اینا کار تلفن اینا اینجا فهمیدی؟ اینا دانه یکم 50 میخرم 55 سودا میکنم اینا کارتای تلفن. کار دای تلفن. کاکا جان نامه که ما نگفتی. عزیز الله ولایت تخار ولسوالی روستا قیره غنج. عزیز الله جان. عزیز الله فتح الله. امسال ماشین مایبی ممدن بخی وزم خراب است. چی میگی؟ والله چرا بند شده یا؟ نه میگه هستی مقصد پیسه را پاسال برای تو زیاد دادم مثال برای تو پیسه نمیکنم ما تو کار خوب میکنم روزی ما رو خدا تیر میکنم. خانه اولاد داری؟ 6 نفر نونخور دارم کارگر خودم هستم بچه مچه‌ایش ندارم. بچه نداری کلش دختر است؟ کلش دختر است 4 ساله 5 ساله. فامیلی اول مرد یک تجگره گرفتم اینا 9 4 تا دختر داره بچه نداره. امی تکلیفی پایت بود پیشم بود یا نه پاسان ما در جنگا هم تو مرمی خوردگی کمر مرمی خوردگی دست زمانی مجاهدا و طالبا و دولت دیده زمانی هم شما شد ها ای کمر مرمی خوردگی خای امیر پریم خال بدم امیر پریم خالی زیایی ای رستاق امیر رستاق بکی بد نامش شنیدی؟ نه نشنیدی. امیر پریم خالی زیایی میشناسی؟ نشنیدی نامش؟ نشنیدی. بسیار خطرناک نفر بود. ما قطعا ما بودم. در کمرت مرمی خورده. کمرم مرمی خوردگی. بخیر باشی کاکا جان. ما تصاویر زیبای سرفراز باشیم دعا میکنم که همیشه کامیاب باشه. بخیر باشی کاکا. ما عمر میگم چای میخری چای میتم برات. بخیر باشی کاکا. سلامت باشی. کمی نون همین نونی ما بگی که باش. نونی غریبا بسیار ثواب سلامت بگی باشی. همیشه بگی باش. دل چیز نگره کاکا جان. ما خب بیکبر مردم هستیم. زنده باشی کامیاب باشی برای خدا نگاه کنه کم نکن. سلامت باش دوست. زندگی تا میخوایم. بخیر باش کاکا. من برم یگام تصویر زیبای شهر طالقان میگیرم. بسیار خوب است. مقصد بسیار لپجب شهر ما بسیار اهمیتش خوب است. ان شاء الله ما عمر به خاطر لپجب من از کابل آمدیم به خاطر دوستای طرفای کابل طرفای ترما بخیر یک تکان میرم ما در خدمت هستیم. زنده باشی خدا یارو میزد. دوستای عزیز شما تصاویر زیبای شهر طالقان میبینید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. ما در ولایت زیبای تخار شهر طالقان و چوکم که از چوک مرکزی تخار میگه. سلام بیادر. دور هستین آرام آرامی است بخیر هستین خوش آمدین بیادر. خوش باشی سلامت باشی بخیر باشی. اگر اول خودم به دوستان معرفی کنی. اسم من نصرت الله است یکی از شیرفروشای شهر تخار هستم. و سر چوک غریبی میکنم. همین شیر که روزانه تو میاری چند کیلو شیر سودا میکنی؟ روزی 1 کیلو بوتل شیر سودا میکنیم. ما بوتل میخریم سر تخار شیر. بوتل میخری؟ بله بوتلای کلان. بوتلای کلان. از مردم میخریم. شیر میخریم یا سودا میکنیم. دیگه یخنی مرغ هم داریم دازیم دبالوش شیر یخنی سودا میکنیم. مردش غذای بسیار خوب است برای صبح. امی با بیروبار تخار یا طالقان در کدام موسم زیاد میشه؟ در کدام فصل مردم زیاد میجه؟ همیشه خوشار تخار گیروبارک زیاد میباشه ولی از خاطری که ایزوگام سرکای ما یک ذره خراب است سرکای ما خرد میباشه یک ذره ایزوگام داریم مردم ها زود به مسیرشان رسیده یکی کدن نمیتوانند ولی در ضمن ازی همیشه شهر تخاری ما و شما گل گلدار است. نصرت جان تو خود این شهر میگری هستی این شهر غریبی میکنی کدام اقلیت مردم اینجا زیاد هستن کدام مردم زیاد هستن اینجا؟ اینجا مردم
41 ازبک زیافه است. ازبک بله. خودم ازبک هستی من پرسیدم 41 هستم. از فرخار دیگه هستم. از فرخار امی فرخار مربوط تا خار میشه. والله میگه فرخار که از بهترین جای است. البته در ماه بهار حال در نه. فصل بهار بود فرخار بروی بسیار آب‌وهوای منظم برابر داره. ولی حالا هم آب‌وهوای خوب داره ولی در فصل بهار با سرسبز میشه. نصرت جان یک چیز دیگه که من توجه ما خیلی جلب کرد امی کلاک بسیار یک نمود خوبیش میده. توجه استاد قندم خودم شما مقبول است. سلامت باشی بخیر. ما یک دیگه شیر تیار کو دیگه ما از کابل آمدیم. دیگه صبح خدا یا که شیر تخمدار برای جلگم ساده. والله که نمیفهم بیادر می تخمدارش چه رقم است می ساده چه خوردیم خود تخمدار میخری تخمدار میگیریم برای ساده میخری ساده. این تخم وطنی است. ما شیر ای تخم میدیم برای دیگه ولی. والله اینجا با دوستای شام ده. نصر جان چطور است کارباراش چطور است؟ شکر است الحمدلله میشه میجه روزی 500 1000 غریبی میکنیم خرج خانواده پیدا میکنیم از شهر تاخور. ولی سابقا که در ملک‌های مسافرت سفر میگردیم با خاطر کاروبار شکر الحمدلله در داخل وطن خودمون در این کار مصروف هستیم. یک لقمه نان حلال به نفقه اولاد خانه میبریم. این اوضاع قانون یک کیلو شیر. در پشتو ما یک متل داریم و در کور گټه دلاور گټه. اما فایده که در مثال در خانه پیدا میشه پیسې که در خانه پیدا میشه حاجت مسافری نیست که مثال شما الحمدلله با خاطر که می اولادا را در جامعه چیزی صحیح تقدیم کنیم گوتا خانه را گردیم شیدیم که اولاد تربیت کنیم اگر نمیشه که بریم کشورهای مردم هم اولادمون یه به سرنوشت میمونه. نصرت جان ما دیگه شیر امرای تخم تیار کرده امیر رو بخوریم که یخ نکنه. قربانتان شوم بیادر خیر ببینین اجوان زیباست تقدیم از بیادر. سلامت باشی. سلامت باشی. دوستای عزیز اما میریم با جان نصر اجمل جان هم بگیریم. اجمل جان هم بگیریم. اجمل جان سلام. برای دوستا که جانا که جور است خوب آرام آرام است. این بچه‌ها گفت که نام از اجمل است اما درست بله اجمل است. اجمل جان امی کاربار خودت که از کاربار امی بولانی رو میکنی؟ بله کاربار بولانی رو میکنم بیادرم. چقدر وقت میشه که کاربار بولانی رو میکنی؟ یک 12 سال میشه این کار بولانی رو میکنم. اوه بشک این نام خدا خیلی خوب تجربه داری بخیر. شکر یعنی می مشتری‌ها کم خورده و هر کدامش 7 سال 6 سال است که میخوره این بولانی من. خب چطور است بازاراش چطور است؟ شکرانه خدا هم تو لپ جبتر تازه. کدام بولانی را تیار میکنی از کدام جز؟ گندنه کچالو ما پخته میکنم. خب از 5 بجه صبح تا 8 بجه روز کار ما خلاص میشه به یاری خدا. 8 بجه روز 8 بجه روز خلاص کار تمام دیگه سون خانه میریم ما. خب تا 8 بجه کار میکنی؟ بله با خدا اینا نصف روز 2-3 ساعت کار میکنی دیگه. 2 ساعت 3 ساعت کار میکنم کار 12 ساعته دیگه بولانی فروشا رو میگیریم شکر میرم. پا باز کمایی میکنی بخیر. شکرانه خدا یک 700 800 میکنم میرم. این امروز کنمایی را بخیر چی که خیر دیگه کنما نصف توری جواب هستی. سر بیادرت صادقانه. بخیر باشی با ما نصرت جان چه شیرم تیار کرد. ما برات بولانی میتونم برات کباب بگوی میتلمو شیر داده. بخیر باشی سلامت باشی. اجمل جان از این خاطرای یک خاطره جالب داخل ما قصه کو. خاطره جالبی نمی است که ما کدین همسایه سه جور نمی آیم و هر رقم میکنیم حسابی را پیدا نکردم. کدین نصرت چرا که هر دقیقه که خود در جنگ از زگاجت من نصرت جان تو بیای چی میگه اجمل جان؟ خب تا بیا خب کار از این جور نمی کدی نمی دیگه که کنگی مجبور آمدگیستم. خب خاطر بهم جک بغل کشی کو که بخیر یا جور آمد جور هستی؟ نه آرام من تو دوست دارم اجمل جان تو چرا این رقم میگی؟ میفهمم مصروف هستم با ما خاطر دیگه بارم میزنم. نه اجمل جان اینا چی میگه ما کارت جور هستم. حالا ما دایی حلال کاری گاهی برو کلای ازیر سر کو در سرت بان گاهی ازیر تا کار خلاص شدن با پس بده برد. این کار که سر فشار میاره پل خمری میره چکر با یک کار که در کار با گشنمون با سر جا خو اینا بخیر جور آمدی. دوستای عزیز امی
بخیر باشید. امیچ تو خوبی هم مردمی تخار هم خوش اخلاق هستن. صبح صادق که ما حرکت کردیم از شهر قندوز دیگه آمدیم با خوش آمدیم که بچهای خوش تخار رو بروی شدیم. دوستای عزیز شما تصویر زیبایی از طالقان رو ببینید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. نانبویی داره با بچه‌ها تقسیم میکنم و میفروشم. بله شما پیسش جمع میکنید؟ بله جمع کرده والا. بزن بجای بس دیگه، پیسه نباشه کی میشه زندگی. مترسم. آفرین. میگه سودی نداره سیم و زر، از راه شیطان کن حذر. شهزادم باشی اگر خواهی نخواهی میروی. از بین خویش اقربان خواهی نخواهی میروی و از بین دوستان خواهی نخواهی میروی. سودی نداره سیم و زر، از راه شیطان 100% کن حذر. شهزادم باشی اگر خواهی نخواهی میروی. یک شعری است که با کلی دوستا است: هرگز نباشی کینه‌گیر، دست یتیمان را بگیر. اگر جوانی یا که پیر خواهی نخواهی میروی. همین دوستایت هم کسی را ما اگه معرفی کنی؟ یه محمد نبی ولسوالی فرخار دیگه. ما ولایت میگیم بسیار جای زیباست. اونجا چکرمون کل زندگیمون در اونجا است. فقط تابستان که شد از ما میریم اونجا مجلس مربوط تخار میشه. مربوط تخار است دیگه. محمد یونس از ولایت کندوز است. دیوالاست. خواهینش خوب قدر بلد نیستم، از تخار است هم دیگه. جمع ما فعلا از تخار است دیگه. خدا یارشان. عتیق الله است، بیادر بسیار سابقه ما است، بسیار بیادر خانه دیگه. بسیار داستانا داریم ما از بسیار دیگه. اما تو معیشت‌های بسیار برآورده کردیم فکرت است. بگه بسیار یک بچه گل است. اندیوال ما است، مثل بیادر ما است مجسم. بخیر باش بیادر. امی خوب گپ در معیشت ما که خوب خاطرام داری. خاطرش هم ما قصه کنی. خاطرات دیگه چی بگیم دیگه. زندگی کلش خاطره. زندگی کلش خاطره است، کلش زندگی دیگه. اما تو از ما خود زندگی ما به دیزاین نو تر شده دیگه. شما را نمیفهم. عاشق خونه شدی باز؟ عاشق شدیم باز دیگه. پورا تعریفش سخت است. چی میکنیم؟ سلامت باش بیادر. خوش آمدید در تخار. بخیر باش، سلامت باش، بخیر. قربانتان عزیزین. دوستای عزیز تشکر. مرا بیادر دوستکت. چای ما چیزی به خدا بخیر باشید. میشیدین چای میطلبیم، چای میخوردین، میمون ما میشیدیم بون میرفت. بخیر باشید. قربان شما. امی جوانای تخار کس کلش هم طبیعت خوش. بله همش طبیعت، همش بیادر میمون نواز هستن در وطن. در میمون ما میشه چی شب چی روز ما در خدمت هستیم. از می سالن که می بالا شی دیگه میگه سلام شمالی آمده. هر خانش معلوم است دیگه استاد. تخاریا دیگه خدا یارشان کلشون زنده دل است. بالکل. از این شمالی که بالاش میگه از سالنگ میگه سلام شمالی آمدم به قابلی. اما تو میگی دیگه مردمای شمال که است واقعا خوب نان میته، خوب مردم هم هستن، مردم دیده هستن دیگه. ما اسمش خوش هستیم، بچه‌ای که از طبیعت خوش هستن دیگه. ما هم خوش هستیم. بخیر باش بیادر. بخیر باشی بازم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شهر طالقان، مرکز امی چوک مرکزی طالقان هستیم. سلام بیادر. خوب هستین؟ خیر. ساعت خوب بخیر است ان شاء الله. جور است. میبینیم. خوش آمدین به شهر. خوش باشی. اگر اول خود با ما معرفی کنی. بنده جاوید هستم، یکی از باشندگان شهر تخار و همکاری نمایندگی رسمی این موبایل در ولایت تخار طالقان. جاوید جان، اگر تحصیلت به ما بگی مکتب میری، پانتون میری؟ مکتب خو میرفتیم، فعلا درس و تحصیل دیگه
تمام شده است. در خارج تحصیل کرده هستیم، تقریبا 10 سال درس خوانده هستیم و دیگه بقیه‌اش مصروف کار و زندگی بودیم. در خارج خواندی؟ پدر و مادر بله. در کدام جای خارج؟ ما تقریبا 10 سال در ایران تحصیل کردیم. خود ایران بودی؟ نه آمدی از ایران؟ تقریبا 4-5 ماه میشه که اومدیم و در نمایندگی مطموبایل شروع به کار کردیم. دوستای عزیز، جاوید جان که است از شهر طالقان از ایران که آمد اینجا که از مصروف کاروبار است. جاوید جان چطور بود وضعیت هایی که شما از ایران آمدی به افغانستان و وضعیت چطور بود؟ رفتار مردم همراه شما؟ الحمدلله ما جایی بودیم که مردمان بسیار شریف و خوبی داشتن و بسیار یک خاطرات خوبی مانده است به یاد. بدی ندیدیم از مردم و آمدن هم بسیار خوب بود و طریقه آمدن و به گفته ای که امارت جوری که ما را چی کردن بسیار خوب بود. خلاصه که از اونجا تا اینجا آمدن ما بسیار و یک نحوه خاصی بود. راحت هم مردمان او طرف و نیروی انتظامی او طرف و همچنان نیروی امارت بسیار رفتار خوب و رویه خوبی داشتن. چطور از زندگی در افغانستان، چون تو تمام عمر تکی از کشور ایران تیر کردی، چطور از زندگی در افغانستان، چطور از کاروبار، چطور از فکر کنم وسیم جان هم امرایت هست؟ بله این دکان مربوط به وسیم جان میشه. بله وضعیت خدا را شکر خوب است، کاروبار خوب است، خدا را شکر روز است میایه و میره و میگذره بخیر. پشت ایران خودت نشدی؟ فعلا نه، فعلا خوب است، همکارای خوبی دارم، دوست و آشنایان خوبی هستن. فعلا تو دقیق به من دست دادگی نیست که دلم تنگ شود در جایی که بودم یا جایی که کلان شدم. بخیر باشید جاوید جان، بخیر باشید جاوید جان. دوستای عزیز، ما در موبایل فروشی وسیم جان هستیم دیگه. افتخار است برای وسیم جانم دیگه، به خاطر ما هم است دیگه. همینجا که هست نمایندگی رسمی میبینی، همت موبایل هم که هست همینجا هست دیگه. ما خوش هستیم از وسیم جان چون دست برادر ما را گرفته. وقتی که از ما با تمام دوستایی که ما را میبینه دیگه از واسشان که میشه مثل وسیم جان دست یک برادر مهاجر ما را بگیره، چون او در افغانستان دیگه احساس نکنه که ما تنها هستیم دیگه. جهان سپاس جاوید جان، بخیر باشید، سلامت باشید. وسیم جان همی است؟ بله وسیم، آرام است، انشالله بخیر هستین. خوش باشی وسیم جان. من خیلی خوش شدم از که تو جاوید جان که هست از کشور ایران آمده دیگه در اینجا کار میکنه. خیلی خوش شدم دیگه. ما از اون خاطر آمدم به دکانت که ما از یک جهانی سپاس یا تشکری کنیم که دست هموطنان ما رو میگیره. قربانتان، ولایت یک وضعیتی هست که در این وضعیت هر وجدانی بیدار خود مسئولیت خودش فکر میکنه که رقم یک کار بکنه و این خود چندان کاری بسیار کلان هم نیست. بودم تا حدی توانمون تونستیم که اون مسئولیت انسانی و وجدانی خودمان در مقابل هموطنان و دوستانمان ادا بکنیم. بخیر باشید وسیم جان. امید را که است مردم از روی کامرا میبیند، پسر کامرا کلگی میبینه، کدام پیغامی که به دوستا داری، به وطندارای داری، کامرا در خدمت است؟ والا پیغام نه بر دوستا و مسئولین کشور و به هیچ چیز نیست، فقط به نمید هموطنای خودمان است که فقط جوان مردانه زندگی کنن. گفتیم فریدون فرخزاد که میگه نه مرگ او قدر شیرین است و نه زندگی او قدر زیبا که آدم به خاطر دو تا شرفش بده. بسیار شرافتمندانه زندگی کنن، با وجدان زندگی بکنن، در جان کس نزنن، فقط با وقار و سربلند زندگی کنن که چون مرگ به سراغ آدم آمده نیست. یک وقتی که مرگ میه باز در او روز احساسی پستی و احساسی یک دلشوره نامردانه زندگی کردن در دلشان چنگ نزنه دیگه. همه قدر بس فقط جوان مردانه زندگی. بخیر باشی وسیم جان، بخیر باشی، سلامت باشی. دوستای عزیز، شما تصاویر زیبای طالقان را ببینید. ما میریم شهر طالقان میگردیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
دوستای عزیز کاکا همراه ما ساد است یگام گفتنی را سلام کاکا و خیر هستین خوب است انشالله جور هستین نامک چی است کاکا جان نامم غلام محمد باشنده تخار باشنده تخار خب ما نمیخوام خواهش میکنیم که یک نوکری حکومت موافقتم دو دوره یکی از قوای مرکز یکی از 420 اینجا میایم کسی ما رو دکار نمیره به غیرت نیستیم دستمان به کس دراز نمیشه این بیادر دیگه باید داره این حکومت غمی ما رو بخوره فهمیدی؟ اینجا به خاطر کارگری آمده بودی این اگه کاری سبک باشه میرم فهمید دست ما به کس دراز نمیشه که ما در رفابتی که ما خیرات خور هستیم امی کلی طالقان ما رو میشناسن فهمیدی؟ بچه بازداری؟ ملک ما میشه در تحت 10 سال است که میده این صاحب مدرکه سند داره نه قواله داره هیچ چیز نداره باز بچه داری اولاد نه اولاد مولاد یک کوچ داشتم که مرد دیگه وقتی روسا شهید شد دیگه از می طالقان برآمدم اگر من در طالقان میشیدم مرده من 10 سال شده بود این پارتمان ها رو میبینید جای باقی ما بود ما کنه با بچه در طالقان نبود امروز دست ما بکت دراز شهره میتونه بعضی مردم ها من رو میشناسه فهمیدین؟ یعنی دیگه غمی ما رو باید داره می دولت امارات بخوره انشالله سیز کاکا جان ما صدای شما رو میرسونیم خدای پاکیارتان باشه همیشه فرتربیرات باشین زنده باد امارات خیر باش سلامت باش کاکا جان ما هم یک چند گپ داره کاکا جان سلام اگر خود اول با ما معرفی کنی سلام خوب هستی شما ما معرفی کنم نام ما حبیب الله از شهر کنه باشنده تخار بله مرکز یعنی برادر گفتنی ما همیست که مسلمان ها یعنی جمعیه نان برادر به هوا کم میزنه خار است برادر از تمام نگاه تمامش برادر به چوکیداری گفته چوک میزنه در این مردم میزنه جنگ میکنه از دست فقری و ناتوانی برادر یعنی مشکلات فقر است مشکلات فقر است بعضی از خنکی است بعضی از چوب است بعضی از گشنگی است دیگه بیخی به عزتی زیافتر است به مشکلات اینمی فقری میاد تا چوک پس پیدا میره پس میاد رنگش بسیار خزان میشه همین مشکل که از در کل افغانستان است دیگه انشالله خداوند دولت توفیق بده که مشکل بخیر حل کنه انشالله به سلامت شما میشنم تشکری بخیر باشی کاکا جان سلامت باشید